بعد از همه اتفاقایی که توی اون شب عجیب افتاد، با دیدن اون سایه وحشتناکی که این بار از پنجره خونه خودمون دیده میشد و شنیدن اون صداهایی که داشت کد مرس جدیدی رو بهم میداد که ترجمهش به این معنی بود که اون همسایه مرموز داره منو میبینه و در آخر اون دست مویی که با نخ سیاه گره خورده بود که به معنی طلسم و جادو بود، تصمیم گرفته بودم که دیگه هیچ کاری نکنم تا نکنه یه وقت بلایی سرم بیاد. اما مثل این که دیگه خیلی دیر شده. بچه‌ها میبینید ما توهم زدیم دیگه. خدایی اینو تو هم بودی که شما هم میبینید. اینو دیگه توهم نزدم که قشنگ کد مرس از این ور بیا بگیر. بچه‌ها نمیدونم این نقطه های داخلی واضحه یا نه، نقطه خط کاملا واضحه. تموم نشده؟ وای. خب بچه‌ها من اصلا قرار نبود دیگه این داستان رو ادامه بدم چون واقعا ترسیدم و اصلا دیگه نمیخواستم پیشو بگیرم، ولی نمیدونم من مشکوک شدم یا دارم توهم میزنم. همین که از خواب بیدار شدم رفتم جلوی آینه با همچین صحنه مواجه شدم. نگاه کنین بچه‌ها یه بخاری روی آینه زده که نمیدونم وقتی که کسی نفس نکشه همچین چیزی نیست. روش انگاری یه چیز پیچ داری، انگاری مثلا این حالت شبیه ماره. شما میبینین؟ بذارینم تو دوربینم افتاده یا نه، دوربین چک کنم. روش انگاری یه چیز پیچ داری، انگاری مثلا این حالت شبیه ماره. شما بچه‌ها هرچی ویدیو رو دارم نگاه میکنم هیچی توی ویدیو نیفتاده و این خیلی عجیبه. وقتی سرچ میکنم دیدن یه چیز شبیه مار و این داستانا شبیه طلسمی که روت کنترل داره. چرا؟ بذارینم تو دوربینم افتاده. اصلا نیفتاده اینجا. خب بچه‌ها توی این مدت من دیگه اصلا نمیرم پایین که به اون پنجره لعنتی نگاه کنم. اصلا حتی اگه میخوام اونجا ردم بشم سریع با ماشین رد میشم چون واقعا میترسم. اصلا هم سعی میکنم به صداهای دیوار توجه نکنم یا تلویزیون رو زیاد میکنیم یا هر داستان دیگه که فقط صداها رو نشنویم. با این حال بعضی شبا واقعا نمیدونم چون توهم میزنم و چون سر اون داستان ترسیدم اینجوریم یا اینا واقعیه. همش هیچ وقت تو تاریکی دیگه نمیمونم چون همش حس میکنم که پشت سرمه و همش انگار یه خوابایی میبینم که تو خواب احساس خفگی بهم دست میده. وقتی بیدار میشم نمیدونم چه خوابی دیدم ولی فقط انگاری خواب راحتی نداشتم. همش هم فکرم میره روی اون مویی که با نخ مشکی گره خورده بود رو ماشینم بود و من پرتش کردم یه گوشه. خیلی هم که بیشتر راجبش تحقیق کردم راجب اون مویی که با نخ سیاه گره خورده بود میگن که توی فرهنگ‌های جادویی اسمش جادوی سیاه یا طلسم کنترل که این نوع طلسم معمولا برای تاثیرگذاری بر روح، ذهن یا زندگی روزمره فرد استفاده میشه که میگه نیت‌هایی که پشت این طلسمه اینا بچه‌ها اینجاست. کنترل ذهن، ترس، بیخوابی، احساس حضور کسی، گم شدن وسیله‌ها. امیدوارم که چیزایی که فکر می‌کنم توهم باشه اصلا واقعی نباشه. یه جورایی انگار شبیه همه نشونه‌هایی که من دارم تجربه می‌کنم و گفتم سحر بیاد ببینیم باید چیکار کنیم. بچه سحر رسید. بیشتر که تو زنگ بهت گفتم دقیقاً یه چیزایی رو میبینم مثلا ببینیم ویدیو رو. بچه دقیقاً من توی آینه میدیدم یه چیزی و شبیه یه بخاری بود که رو شبیه یه چیز مار بود. انگاری واقعا توهم زدم. بعد اینکه همش انگار توی خواب حس خفگی بهم دست میده، نمیتونم راحت بخوابم. همش انگار میترسم. همش باید برگردم پشت سرمو نگاه کنم. ترسیدم اون اونجا دیدم. کلا این شکلی نداره چون توی این محیط همش توهم انگار میزنم. نمیدونم واقعا به خاطر اون موی گره خورده است که همچین حس بدی چرا میلرزه انگار؟ من میلرزم؟ نمیدونم. نه بابا مثلا حس می‌کنی یعنی حالت خوب نیست یعنی همچین حسی داری که نمیدونم چون مثلا انگار یه جورای تلقین شاید باشه. مثلا انگار به خودم تلقین میکنم. چند روز این خونه نمون یکم دور شو. نمیدونم میتونم این کارام بکنم برم یا اینکه ولی احساس کنم قبل رفتن باید مثلا این طلسم رو بشکنم. اگه طلسمی رو بشکنم. طلسم چیه؟ چرت و پرت. مگه عاد بوق مگه طلسم کنه یکی تو رو؟ آخه چرا عادی نیستم پس؟ ولی خب اون مویی که بود یه مویی بود که گره زده بود. نباید فضولی میکردم. حتی اگه هیچی هم نباشه اینقدر که دارم به خودم تلقین میکنم همش میگم همش انگاری که پشت سرم هی برمیگردم پشتمو چک میکنم. من همیشه در حالت عادی که ترسو بودم. من کلا اعتقادی ندارم. ولی اگه حس میکنی که مثلا چیزیه که خیلی زیاد از حد میخوای نمیدونم بریم پیش یکی که میشناسی کسیو؟ مامانم یکی رو میشناسم. همین وراه نه؟ یکم دوره. به نظرم بریم. فکر کنم خیالم راحت میشه. بگی چه بلایی سرم اومده. ترسناک همچین چیزی بریم میشه درش تعریف کنیم اینا رو. قرار باطل کنه دیگه اگه باشه ببینه اگه هست باطل کنه. شاید بگه اصلا هیچ اتفاقی نیافتاده روز. چرا اینجوری میکنی؟ چه بدونم. بچه‌ها الان
دیگه دیروز دیر شده بود، الان صبح فردای ادامه اون ویدیویی که دارین شما میبینین سحر اینجا موند که با هم بریم آدرس رو گرفتی. مامانت دقیق میدونی الان کجا؟ کلا اینجوری بود که بچه‌ها شما صبح میتونید برید، خب یعنی از اذان ظهر به بعد نمیتونید برید پیش همچین کسایی. نمیدونم حالا دلایل خودشون داشتن و اینکه اصلا منم مثل تو چرا اینجوری شدم چه میدونم. میخوای اینجا بریم که فاصله بگیریم؟ خواستم دیشب اینجا نمیموندیم. بریم سریع. آدرسشو بزن. بچه‌ها نمیدونم کجا داریم میریم ولی امیدوارم که بلایی سرمون نیاد. همینه؟ مگه مامانت نگفت اینجا؟ آره دیگه گفت 2 تا در مشکی بغلم سر این کوچه یکمین در کوچه که باز میشه میرید. وای خدایا باورم نمیشه. یعنی شرم خونه عجیبه اینجا. نمیدونم همه قدیمی طوره. این البته ترسناکه. خیلی وقت خودم که محله‌ای ندیده بودم. ما نمیتونیم داخل ویدیو بگیریم، براش بد میشه. نگاه بالاست می‌بینی. آره ما بریم داخل، هر اتفاق افتاده هر راهی بهم گفت و بعدش میام ویدیو میگیریم. نمیتونی وایس بگیریم صداشو بعد بچه‌ها بذاریم. حس می‌کنم ممکنه دردسر شه. آره تا الان خیلی دردسر شده. اگه تونستیم می‌ریم، اگه نتونستیم که داریم می‌بینیم. واسه که مدتیه که یه همسایه خیلی عزیزتره نظر دقیقا تو خونه بغلی ما داره زندگی میکنه. یه شبی داشتن و دوستان میرفتن بیرون دیدم و شیشه اینجا میریم در همه این نخ مشکی که گرفتن شده روی شیشه ماشینمه. کلا حس بدی دارم اینجا، همچه تو خوابای بد میبینم، توهم میدارم، نمیدونم تلقینه یا واقعا ترسه. اومدم پیش شما ببینم خیلی میتونی برای انجام بدیم. شما ازت یه من سرتیفیکت براتون باز کنم. چیزی که من اینجا برای میزنم یک طلسم خیلی سنگینه که بهش میگن طلسم داغی سیاه که روی شما انجام واقعا یعنی اتفاقای بد واقعا داره برام رخ میده. اتفاقای بد برات رخ میده. باید چطوری؟ این وایسی که الان شما شنیدین تونستیم گوشی بذاریم تو کیف، یه وایس نامفهوم فکر کنم گرفته باشیم. گفته که همون با نمک و گلاب. من اعتقاد ندارم واقعا، ولی حرفایی که میزد خیلی بیراهه نبود حقیقتا. خب دقیقاً چیزایی رو میگفتی من تو گوگلم خونده بودم. یه چیز دیگه هم که گفت این فکر کنم قبلا هم شنیده بودم، میگفت اطراف خونه‌تون، اطراف در اتاق یا محیطی که فکر می‌کنی مثلا میترسی ازش نمک بریز، بعد گفت یه آینه بذار جلوی در اتاقت که اون انرژی که اون شخص بهت داده برگرده به خودش. آینه ترسناکه، چون میگه انرژی منفیه، نمک انرژی منفی رو دفع میکنه. گفتش که تا اطلاع ثانوی اصلا از اون یه تیکه رد نشید، داخل پنجره نگاه نکنید، فضولی نکنید، نکردم اینکه دیگه اصلا کاری به کارش نداشته باشید. خب چون همونطور که این گفت چی داره، یه دونه چی همزاتور چی گفت داره، گفت اونم ممکنه داره. اینجوری بود که بی خیال کلا بکشید بیرون. اصلا مهمتر گفت اون مویی که گره خورده بود تو اونجا ول کردی، اونو باید بری پیدا کنی آتیشش بزنی. گفت توی دستمال پارچه سفید باید بپیچیش، اونو آتیش بزنی. و گفت اصلا نباید بهش دست بزنی مستقیم، با دستکش اونو برداری. این باد و بوران و مو اونجا هست. من یادم با یه دستمال کاغذی سفید گرفتم پرتش کردم، ممکنه دستمال رو بتونم پیدا کنم. آها این نوشتم گفت که بنداز داخل آب بخور. چه کاری آدم وادار. الان حمام بریم تو حمام آب نمک و چی گفت گلاب بکنیم تو رو. کارا رو انجام بدم آخر سرمون انجام میدم. اینا بیشتر بلا سرم نیسته. دیگه گفت تنها راهی که داری همینه. تنها راهتو بعد امتحان کنی. اوکی الان با بیشتر خیس شه. خوبه دیگه بس. چی بده؟ بخور. بس. حرکت بعدی اینه که باید جاهایی که احساس ترس می‌کردم نمک بریزم. اینجا رو زیاد بریز. اینجا باید زیاد بریزم. بگید که این روزایی صدایی نمیاد اصلا. همون ساعت. که یه آینه باید بیرون درم بذارم. اینجا نمک باید بریزم. اصلا دلم نمیخواد بهش فکر کنم حتی. میشه مگه همینجا باشه؟ ببین همون دستمال کاغذیه. گفت بهش دست نزن. وایسا من واسه. اینا سحر خیس شده بگیر. آره خودشه. دوربین افتاد؟ آره. خودشه. لعنتی. دست بزنی. ببین
بودو ببریم بچه من باید بپیچمش رو این دستماله. چرا دیروز آقا نخ بسته بود بهش. ای موی خودشه؟ نمیدونه. دست نزنی یا دستم نخورد بهش. چه کارایی ما وا میدارن خدایا. چقدر چندشه. خیلی دستکش میخوام. حالم داره به هم میخوره. بالاخره موفق شدم. کجا بذارم؟ جای بذارم آتیش بزنم. همینجا روی علفا بذار. نباید جای خیس باشه. اینجا. بده فندکا. گفت که نیاز به چیزی نیست مایعی بزنم، بنزینی، نفتی، چیزی، آتش سوزه دیگه. نه بابا بهش بزن. نمیسوزه. وا. آها. آتیش گرفت. خوبه داره میسوزه خوبه. خب سریعتر بسوزه. چرا داره خاموش میشه که؟ داره خاموش میشه. در تلاش برای سوزوندن این. فقط پارچه سوخته. آها. نکنه موی نسوزه. نه بابا میسوزه بازش. شایدن بعد ترسما از بین نمیرن. خوب داره میسوزه. وای اگه بسوزونیم بدتر شه چی؟ نمیدونم. تو تنها کاری که دستم برمیاد. سر اینکه باز خاموش شد. در چی بود؟ در یه صدا. بله. نرو. نرو. بفرمایید. احساس کردم یکی در زد. وای نرو. استرس گرفتم. کسی نیست نه؟ چیزی نمیبینم. بله. کلتو نکن برو. کلتو نکن. هیچ کس نیست. این چی لغت کردم؟ آینه است که. چیه؟ اینجوری در ما آینه شکسته تو دیده بودی مگه؟ نه. چرا ویدیو گرفتم؟ ویدیوش هست. با دست نزن. بذار با یه پارچه بردارم ببینم چیه. چند تیکه است؟ شاید مالی بچه چیزیه شکسته اینجا ریخته. همه نمیتونه به ما ربط داشته باشه که. چند تا سه تا. چیه؟ مگه ما نسوزوندیم؟ اونم نصف سوخت. اون که اصلا نسوخت. ببینم. روش دستکش داشتم. اینا چی روش نوشته شده؟ کو؟ کد مرسه که سحر. وای نه دوره نمیخوام مریم. بذار این آینه کامله که اینجوری شکسته شده. بچه‌ها میبینید؟ ما توهم زدیم. دیگه خدایی اینو تو هم بودی. بگید که شما هم میبینید. اینو دیگه توهم نزدم که. سحر قشنگ کد مرسه از این ور بیا بگیر. بچه‌ها نمیدونم این نقطه های داخلی این واضحه یا نه. نقطه خط کاملا واضحه. دیگه حتی صدا نداده به ما. قشنگ نقطه خط داده به ما. وای ترسیدم. نکنه بدتر کردیم. الان شروعش از کدوم ور دارم فکر میکنم که هم از این ور ترجمه میشه هم از اون ور ترجمه میشه. من نمیدونم. مثلا نمیخوام بدونم این چی گفته. من میخوام برم. بیا یه عکس بگیرم ازش. همه چی بر من ترسناکه. بریم. این همینجا بذاریم بریم. پرت کن بیرون. پرت کن تو در خونه خودش. عکس واضح نمیفته. دوربینم واضح مشخص نیست. واسه چرا تو عکس برگام تو عکس هیچی نیافتاده سحر. پشمام. بچه شما میبینید توی دوربین یا نه؟ ببینید این نقطه رو. بذار من کاغذ خودکار بیارم. اینجوری نمیشه چی فهمید. جستجو برای پیدا کردن این 20 صاحب شده. منم میخوای در نیاریم ولش کنیم؟ ببین من دارم تلاش میکنم باطل کنم ولی وقتی دوباره ادامه داره باید بفهمم چی شده دیگه. الان ببینم چی میگه. شاید واقعا یه جوابی باشه. شاید من دیگه تموم شده این داستانا. اگه بگه ادامه داره چی؟ بخواد اذیت کنه چی؟ خیلی واضح نوشته. همه خانواده اینجا زندگی میکنن فقط ما نیستیم که. خیلی واضح نوشته. بچه‌ها یه بار از سمت این برای آینه نوشتم. یه بارم برعکس از اون سمت که این دو ردیف شده. برام ترجمه کنم ببینم داره چی میگه. استرس دارم باور میشه. الان مثلا در بیاد تو خواهی مرد. تو چند ساعت دیگه خواهی مرد. جدی میگم. چه غلطی رو بکن. میشه N R E V O N روشن؟ بذار ببینم روشن یعنی چی؟ بچه‌ها این اصلا معنی نداره. اینکی خب برعکس اینو برعکسش دیگه نات اوور تموم نشده؟ وای